در صحنه مؤسسه تحصیلات ایلوبگی ناحیه وخش نمایش دستاوردهای محفل‌های هنری راه اندازی گردید که مهمانان از آن دیدن به عمل آوردند. گفته شد که برگزاری روزی درهای کشاد امکان می‌دهد که شماره اعضایان محفل‌ها زیاد گردند. خوانندگان در بسط دوم به محفل‌ها اعضا شده هنرهای زیادی را از بر می‌نمایند. در این درگاه علم و هنر 41 محفل از روی 5 رویه فنی، ایجادی، هنری، ورزشی، طبیعی فعالیت نموده شماره عمومی خوانندگان 2226 نفر را در بر می‌گیرد. یکی از محفل‌های فعال این مؤسسه محفل هنرهای مردمی سبد بافی، بافندگی، مهره‌کشی به حساب می‌رود که نورسان با میل و رغبت بی اندازه هنرهای مردمی را از بر می‌نمایند. هنری بافندگی، دوزندگی نازکی‌های خود را دارد. مهر و محبت نسبت هنر و هنرمندی امکان می‌دهد که در یک مدت کوتاه دلخواه نمود هنر را آموزند، یک زیبایی خاصه ایجاد نمایند. جهت تقویت دادن زباندانی طالب علمان در مؤسسه محفل زبان روسی و انگلیسی فعالیت نظررس داشته همه روزه شاگردان زیاد این زبان‌های بین المللی را می‌آموزند. ثمره فعالیت محفل‌های مؤسسه نظررس بوده خوانندگان در آزمون‌های ولایتی و جمهوریوی اشتراک فعالانه نموده به کامیابی‌های بی‌نظیر مشرف می‌گردند. در برابر فعالیت محفل‌های ما باز محفل شاهنامه‌خوانی تشکیل نمودیم. مقصد داریم که فعالیت محفلمون رو با خوبتر و بیشتر نماییم. ما کوشش به خرج می‌دهیم که خوانندگان بعد درس به دیگر کارها مشغول نشوند و آمده به محفل‌های ما، یعنی به محفل‌های فنی زبان روسی، انگلیسی، تاریخ، حقوق، انفرماتیکا، متماتیکا مشغول شوند. از روی رویه هنری محفل گلدوزی، زردوزی، بافندگی، چکندوزی، بازیچه‌های مهین، دستانی ماهر، اینچنین در محفل ورزشی ششکه، شاهمو، تنیسی روی میز آمده جلب می شوند. دوستداران محفل دوزندگی کوشش می نمایند که دوختن لباس های گوناگون را از بر نمایند. شروع از دوختن پیشدامن، کتچه های گوناگون کودکانه اعضایان محفل دوره به دوره رشد کرده نازکی های هنر دوزندگی را از خود می نمایند. مؤسسه تحصیلات ایلوبگی ناحیه وخش با فراگیری محفل های زیاد توانست در جلب هرچه بیشتری خوانندگان مساعدت نماید. یکی از محفل های فعال این مرکز محفل دستان ماهر به حساب می رود که اعضایان این محفل مهارت خوب زیبایی آفری را صاحبند. مسئولین مؤسسه تحصیلات ایلوبگی ناحیه تاکید نمودند که هدف اساسی جلب نمودن خوانندگان به محفل ها یکی از واسطه های مهم تعلیم و تربیت نسل نورس به شمار می رود.